هیچ وقت جلوی مهمان با خانوادت جر و بحث نکن. هیچ وقت با آدم حسود رفت و آمد نکن. مانع پیشرفتت میشه. هیچ وقت یادت نره تنها کسی که تو رو موفق میکنه خودتی و تنها کسی که تو رو بدبخت میکنه مردم هستن. اگر در خانه ایتون بحث و دعوا زیاده، صبحها قبل از صبحانه اسفند دود کن. هیچ وقت دم ظهر نخواب، باعث کم خونی میشه. اگر میخوای عصبانیتت کم بشه، روز 110 مرتبه صلوات بفرست. اگر نمیخوای احترامت را از دست بدی، هرگز وارد بحثی که به تو ربطی نداره نشو. اگر میخوای صورتت زیبا بشه، سوره یوسف و ابراهیم را بخوان. اگر در خواب دیدی سیب شیرین میخوری، خبرهای خوبی بهت میرسد. هیچ وقت پشت سر یک زن حرف در نیار، دچار بدترین بلاها میشی. اگر شبها دیر خوابت میبره، به احتمال زیاد یکی بهت فکر میکنه. اگر میخوای گره در کارت نیفتد و موفق بشی، زیاد استغفار کن. هرگز از کسی جز خدا ترسی نداشته باش. اگر به معجزه خداوند ایمان داری، لایک کن و بنویس خدایا شکرت و پیج آگاه شو رو فالو کن.